بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران عزیز و گرامی، ببینید برادر عزیز و گرامیم، این نواری که شما میبینید یکی از ماشین هایی است که در راه روبرو شده و به نوار گرفته شده است. ببینید که تمام جای این ماشین سوخته است، هیچ جای آبادی از این نمانده است، اما یک جای این آباد است. ببینید بر بالای این لوحه نظر بکنید، ببینید که نوشته شده است اللهم صل علی النبی صلی الله علیه و سلم. جایی که نام حبیب دلها نوشته شده است نسوخته است و حتی یک گرد از آتش براش نرسیده است. اما باقی ماشین رو ببینید، یک فوره دراز است اما هیچ جای آبادی براش نمانده است، همه جای این سوخته است. پس بگوید اللهم لك الحمد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على سيدنا و نبينا و مولانا محمد صلی الله علیه و سلم. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگوید هر کسی که سحر برای من 10 مرتبه صلوات بگوید و بیگاه برای من 10 مرتبه صلوات بگوید، در روز قیامت شفاعت من را نائل میگردد. و در حدیث دیگر پیامبر صلی الله علیه و سلم میگوید که هر کسی برای من 1 مرتبه صلوات بگوید، الله برای او 10 مرتبه صلوات میگوید و 10 خطای اون را میبخشد و 10 مرتبه درجه اون را بلند میکند. پس بگوید اللهم صل علی محمد و علی آل محمد، اللهم صل و سلم علی نبینا و مولانا و سیدنا صلی الله علیه و سلم.